با عرض سلام و ادب خدمت یکایکتان هموطنان عزیز و مهربان. به نام آن که شیر وطن را آفریده، به نام آن که شیر وطن را آفریده، استعداد را در وجودم جا گزیده، هنرم از پروان سر کشیده، هنرم از پروان سر کشیده، بر روی دشمن خنجر کشیده، بر روی دشمن خنجر کشیده. یک ویدیوگک جدید تقدیم تمام دوستای عزیز ما. همیشه خودتان باشین، خوش باشین، نه کاپی دیگران. خداوند توانایی بده همه ما شما را و ما را هم که بتانیم همیشه از خود بسازیم، با خود بنازیم و بالای خود زحمت بکشیم تا بتوانیم بیرق سه‌رنگ کشور خود را باز هم بلند کنیم. و افسوس به کسایی که نه میتونن قهرمان شوند و نه میتونن قهرمان بسازن و همیشه چرخگیری دیگران را میکنن و از این چرخگیری هیچ کدام فایده ندارن و دیگران را به نام این نهان تشویق میکنن، یاد میکنن، هیچ فایده ندارن. اگر اینقدر امکانات دارن و اینقدر خود قوی فکر میکنن خود را بسازن و یگان مسابقه بکنن، از خود نشان بدن که آیا در وجودشان توانایی هست یا نیست. دیگه ما خود ثابت کردیم، بودیم، هستیم، می باشیم انشالله. افسوس به کسایی که افسوس به آنهایی که خودشان هیچ چیزی نیستن و چرخگیری دیگران را میکنن و از دیگران حمایت خود را میگیرن، بالای دیگران نامکشی برای خود میکنن. افسوس به حالشان، صد افسوس به حالشان. شرم به آنهایی که از خوبیای ما چشم پوشی میکنن و یا است که یک انسان برایشان خوبی میکنه، اونا فراموش میکنن. شرم به حالشان. ما